حاصل نازای خوبای خیلی دیدیست چطوری دیدیست این شما سازای درآمد خوب داره. سینوریدین 17 سال باز از پرورش لیمو بهره میگیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تن لیمو جمع آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه می آید. یا نه خانه میگیرن میرون هم 4-5 موزیر گرفته استن کیلوشا. لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نوع را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگه‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است. و فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟ صادرات میشه. صادرات میشه. خیلی نمای پنسومی که بگیریش 20,000 سومون میشه. چند کس در خانه‌تون با همین لیمانداری مشغولید؟ در وقتی کارش هممون با همین سر کار میگیریم. همه عائله یعنی 18 نفر. لیمو نگاه و بینی جدی میخواهد. زحمت پرورش آن در گرمخانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند. مهاجرت مهنتی نبریم راست خود خانه توی پوی خانه و در ساختن از حساب هم لیمون میشود. در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوع هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سامانی است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه، قزاقستان صادر می شوند. سنوکی خوب شیسته سال تو سال ما به نظر داریم که سطح لیمو خوری در ناحیه جیهون بسیار زیادتر کنیم. کارشناسان ساحه کشاورزی بر اینند که سالهای اخیر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند. مقصد ما که همی درآمد لیمو ساز است کرد. نگاه این همی را ساز کردیم اوزی 30,000 سومون رستاد کردگیم. انشاءالله ای آیند با خوب بشود. مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمیخواهد فرزندانش مثل او عذاب مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیموی این گرمخانه ها زندگیشان را تأمین سازند. لیمو پروری برای که ای سال آیند نه برای خودمون برای فرزندانمون